وقت بخیر. جامعه جهانی در کنفرانس ژنوا با افغانستان صدها میلیون دلار کمک اعلام کرد. ملل متحد، 10 کشور و سازمان ضمن اعلام حمایت از حکومت افغانستان بر کاهش خشونت در این کشور تاکید کردند. رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته تا از کشتار مردم ملکی دست بکشند. وی در کنفرانس ژنوا گفت اگر خشونت کاهش یابد فرصت به میان آمده صلح نتیجه خواهد داد. دیبورا لیونز مسئول یونما میگوید افغانستان پیشرفت زیاد کرده و نباید به عقب برگردد. وی افزوده است جامعه جهانی از افغانستان حمایت دوامدار میکند. رئیس جرگه در پاسخ به سخنان امرالله صالح به نامزد وزیران اجازه نداد تا برنامه‌های کاریشان را ارائه کنند. آقای صالح دیروز گفته بود اکثریت وکلا مفسد هستند. وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته 290 واقعه مثبت کرونا در کشور به ثبت رسیده است. 17 مریض جان دادند و 146 تن دیگر از این بیماران صحتیاب شدند.